نه تو میگوی که من مسلمان هستم خیر، تو بگو که من کافر هستم خیر. من میگم دموکراتش میکنم. ها یعنی تو گفتنی هستی که کفر و شرک و ایمان یک جا جمع میشودن خیلی. تو الله فریب کردنی. تمام قشری آدمیزاد زندگی میکنه. تو الله فریب کردنی. الله چه فریب میکنی؟ خیلی مورا خیلی مردم فریب کردی، مردم فریب کردی. لیکن الله فریب کرده نمیتونی کو. خیلی مورا فریب کردن ممکن است یا که دیگه مردم را میای در اینجا میگوی که ما الحمدلله مسلمان هستیم، ما دموکرات میخواهیم، ما این و اون میگوی، لیکن دموکرات کفر است، دموکرات قانون انسانی است، قانون الهی نیست. چه میشود؟ تمام میشود در اونجا یگون فقط مسلمان زندگی نمیکنه. نه تو این گپا رو مان تو بگو که من مسلمان نیستم، من دموکرات هم بگو. اگر بگیرم دموکراتیش میکنم نقطه تمام. یعنی که تو دموکرات هستی، تو مسلمان نیستی هم خیر. من مسلمان هستم، تاجیکستان هم میگیرم یک دولتی دموکراتیک میسازم. مشینیکی نکو مردم را قتل کردی در سال 91 92 او بای مشینیکی را بسر کردی شما. کاش ما بحث میکنید. کبیری کافر است یا نه؟ کبیری کافر است یا نه در نزد تو؟ کبیری کافر است یا نه؟ مسلمان های اعوذ بالله. انا آخر شما قاتل آخر برای همه میگن که شما سال 91 92 مردم قتل کردگی آخر. مسلمان های کبیری یک شری نمای. خیلی فهمیدی؟ در نزد تو آخر. در نزد ما اگو با در نزد تو نگنی، در نزد تو یک کافر ایو. خب بله آخه تو هم کافر هستی. تو دموکرات هستی آخه. و او اندازه الله لسان. شرمنده گوش کن جو از الله بترس باور کن که شما کو یک تلپوزی که فهمیدی خندوار هستی شما. اعوذ بالله. از الله بترسی. اولی تاریخاتون کو همش اولی پنج دسته با پن میشود فهمیدی؟ شما قاتلا کو قاتلا وقتاتون هم کم اومدگی است. وقتاتون کم اومدگی است. نه ایدستی تو میگه من ایدستم بله ایدستی من فقط همین قمیه یاد کی من با الله رب العالمین دعا میکنم فقط فهمیدی؟ فهمیدستی؟ شما بله ما مردم مشرک ما مردم از الله میترسونیم اخیر مردم ما از دموکراسی و از کم میمونن کم ماندگی ای بله کم ماندگی ای که زیاد ماندگی ای بله نگاه کن خوارج یک دقیقه تو قطعی من صحبت داری تو گپ دیگه جا تونته مدنی را با یک پشمی یک جوش هم نمیبروید تو فهمیدی؟ بله استاد مای گوش کن شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله این شعر الله هست حق میگوید قرآن و سنت به فهم سلف به فهم صحابه شما در تمام گوش کن شما در تمام گوشه و منطقه شما فقط از زورتون اومدن برای چی به مسلمان رو فروختن گذشته فقط محمد اقبال و دیگران برای چی تمام برای چی کی را فروختیم در روسیه صدها را دلیل هست در روسیه قبیله محکم کردگان من نامش برای چی میگیرم تو خودت یک بوز هستی تو یک مشرک هستی تو دموکرات هستی خبیث برای چی من نامش بگیرم برای تو ابو محمد میگوی که ابو محمد گوش کن خیلی نباشم گوش کن خیلی سوال عادی کی برای چی پس شما اعلان کرده کی در آلمان اگر نه کذابید بو معلوم میشد که در آلمان در جایی که انا می موحدای مسلمان ها را که دیده اینها را در کار کدام موحد همین شما خبیث حقارت نکن شیطان ابلیس انسی حقارت نکن تو بچه
همونقدر دلیل تون تمام شد دلیل گجا شدی ای بچه ای بچه گجا شدی مبارزی کل دیدی اینو کو اینو قاتل است اینو آدما رو هم فروخته مردم فروخته اینو اینمی خیلی آمده دادوای میکنن و بعضی برادرهای ما که مثلا خیلی بله کمی علم ندارد شاید ما در این چیز باید مقصد اقرار میکنیم بعضی برادرها شاید در بعضی مسئله ها علم نداشتنشون ممکن است لیکن این خوباسا رو دیدستی این شرمنده ها اینا 91 و 92 اینمینا مسلمان ها را کشتگی هستند مردم عادی قطعی همه امام التور اینا همش مصلحت قطعی اینا همش یک هستند 24 هم حزب نهضت هم این خبیثی محمد اقبال هم این سهراب عادلیان و دیگر اینا همش یک گروپیروف هستند قطعی این خبیثی امام تپکی طاغوت کلانی اینا همش یک هم فقط اینا چیکار کردن اینا مردم عادی را نمیخوای فریب نایران کرده ما ایش از جانب میگد که ما مبارز هستیم از طرف اوش میگد که ما حمایت کنندگان دولت هستیم ما نام دیگر چیزی دولت ما حمایت میکنیم و دیگر میگه اعوذ بالله اونو خرکله فرعون دیگریش در مابین کی عیب دور است در مابین چخیلی که سال 91 92 مسلمان ها را اینو قطعی مردم عادی توجی کشتند اینو کیف کرده گشتن کو در کریسلو در هر جاها در کنج گوشه های دولت اما بیچاره با همین مردم عادی در عذاب است انا کن الله سبحانه و تعالی همه بنده هایش برور در ایجا که اینها را آشکار کرده سه اینها دیگر هم خیلی چه میگد یک انسان است یا که مثال حیوان است وقتی جون پیش میاد وقتی همین داشت اومده